حضرت سلیمان علیه السلام یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ و دین است که زندگی او پر از معجزات، حکمت و درس‌های آموزنده است. او پسر حضرت داوود علیه السلام بود و از همان آغاز زندگی تحت تعلیمات و تربیت پدرش قرار داشت. سلیمان از کودکی با ویژگی‌های منحصر به فردی چون هوش، ذکاوت و قدرت درک عمیقی از مسائل زندگی شناخته می‌شد. این ویژگی‌ها او را به عنوان جانشین شایسته‌ای برای پدرش در حکومت و پیامبری معرفی کرد. سلیمان علیه السلام در دوران جوانی به پادشاهی رسید و پس از وفات حضرت داوود علیه السلام مسئولیت سنگینی بر دوش او بود. او با الهام از تعالیم پدرش و با راهنمایی‌های الهی حکمرانی عادلانه و خردمندانه‌ای را برقرار کرد. سلیمان در حکمرانی خود بر اصول عدالت، صداقت و خدمت به مردم تاکید داشت و به همین خاطر محبوبیت و احترام زیادی در میان مردمش کسب کرد. یکی از ویژگی‌های بی‌نظیر حضرت سلیمان توانایی او در ارتباط با جنیان و پرندگان بود. خداوند به او قدرت ویژه عطا کرده بود که به او این امکان را می‌داد تا با جنیان صحبت کند و آنها را به خدمت بگیرد. در قرآن کریم داستان‌های متعددی از همکاری سلیمان با جنیان و پرندگان ذکر شده است. برای مثال سلیمان می‌توانست با پرندگان صحبت کند و آنها را به عنوان پیام‌آوران و خبررسان خود به کار بگیرد. این ارتباط به او کمک می‌کرد تا اطلاعات مهمی از نقاط مختلف دریافت کند. یکی از مهمترین لحظات زندگی حضرت سلیمان علیه السلام در زمان اتفاق افتاد که او در خواب بود و از خداوند خواست تا به او حکومت و قدرتی عطا کند که هیچکس پیش از او نداشته باشد. این درخواست نشانه از تواضع و نیاز او به هدایت الهی بود. خداوند به این درخواست پاسخ مثبت داد و سلیمان را با حکمت و دانایی فراوانی سرشار کرد. این حکومت به او کمک کرد تا در امور پیچیده و دشوار تصمیم گیری کند و به مردم خود خدمت کند. او با این حکومت توانست به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه بپردازد. سلیمان توانست به وسیله قدرت‌های خود معجزاتی چون تسلط بر باد و دریا را انجام دهد. او با استفاده از باد می‌توانست به سرعت به سفر برود و دریا را برای عبور کشتی‌ها آرام کند. این قدرت‌ها به او کمک کرد تا در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت و ارتباطات موفقیت‌های بزرگی کسب کند. در زمان پادشاهی خود سلیمان علیه السلام معبدی عظیم به نام معبد سلیمان ساخت که به عنوان مرکزی برای عبادت و تجمع فرهنگی شناخته می‌شد. این معبد نشان‌دهنده قدرت و عظمت او بود و به مردم کمک می‌کرد تا با خداوند ارتباط نزدیکتری برقرار کنند. ساخت این معبد نه تنها به عبادت خداوند کمک کرد بلکه نقطه‌ای برای تجمع اجتماعی و فرهنگی نیز بود. معبد سلیمان به عنوان یکی از شگفتی‌های معماری زمان خاص شناخته می‌شد و به عنوان نمادی از وحدت و پرستش خداوند در بین مردم قرار داشت. حضرت سلیمان علیه السلام همچنین به عنوان یک شخصیت اخلاقی و انسانی شناخته می‌شد. او به مردمش توجه ویژه‌ای داشت و در حل مشکلات آنها تلاش می‌کرد. سلیمان با صداقت و انصاف در قضاوت‌هایش معروف بود و به همین خاطر مردم به او اعتماد داشتند. او با درک عمیق از نیازهای مردم و توجه به مشکلات اجتماعی تلاش می‌کرد تا زندگی بهتری برای آنها فراهم کند. در یکی از روزها حضرت سلیمان علیه السلام متوجه عدم حضور هدهد گشت و گفت اگر هدهد برای غیبت خود دلیل موجهی نداشته باشد او را تنبیه شدید یا ذبح خواهد کرد. پس از مدتی نه چندان طولانی هدهد بازگشت. هدهد سخنان خود را برای ترغیب سلیمان و دلجویی از او به خاطر قبول عذرش چنین آغاز کرد که هر چیزی آگاهی یافته که سلیمان از آن به اطلاع است. هدهد گزارش از کشور سبا که زنی بر آن حکومت می‌کرد داد. هدهد حکومت آن زن را به قدری منظم می‌داند که هر چیزی بهره‌مند و برخوردار است. هدهد آنان را چنین توصیف می‌کند که خورشید سجده می‌کنند و شیطان را اعمالشان را زینت بخشیده و آنها را از راه راست بازداشته است. هدهد در ادامه برخی از اوصاف خداوند را ذکر می‌کند. از این سخنان هدهد برداشت کردند که این پرنده نسبت به خداوند شناخت و معرفت عمیقی دارد، زیرا پرستش خورشید را محدود دانسته و آن را جزو وسوسه‌های شیطانی می‌داند. حضرت سلیمان علیه السلام دارای معجزات بسیاری بود که او را از دیگران متمایز می‌کرد.
یکی از مشهورترین معجزات او و داستان او با ملکه سبا است. سلیمان با قدرت و حکمت خود توانست ملکه سبا را به اسلام دعوت کرده و او را به درگاه الهی هدایت کند. این داستان نماد نفوذ و تاثیرگذاری او بر دیگران است و به ما می‌آموزد که با حکمت و تدبیر می‌توان به دلها نفوذ کرد و دیگران را به راه راست هدایت کرد. حضرت سلیمان در حالی که بر عصای خود تکیه داده بود مرد. هیچ شخصی از مرگ او اطلاع نیافت تا اینکه موریانه عصای او خورد و سلیمان به زمین افتاد. پس از لهرت سلیمان مناطق تحت حکمرانی او تجزیه شد و دو سبط یهودا و بنیامین در سرزمین به نام یهودا باقی ماندند که شامل شهر اورشلیم نیز میشد. 10 سبط دیگر حکومت مستقل به نام اسرائیل تشکیل دادند. سلیمان یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل بود که پادشاه آن نیز شد. در مورد انگشتر سلیمان گفتارهای بسیاری وجود دارد. بنابر روایت این انگشتر به دست امام زمان علیه السلام خواهد رسید. داستانها و گفتارهای خرافی نیز در مورد این انگشتر نقل شده است. در زمان حضرت سلیمان گروهی به سحر و جادوگری پرداختند. او دستور داد تمام نوشته‌های آنان را جمع‌آوری کرده و در محل مخصوص نگهداری کنند. پس از وفات سلیمان گروهی آنها را بیرون آورده و شروع به اشاعه و تعلیم سحر کردند. حضرت سلیمان 40 سال حکومت کرد و مرد. حضرت سلیمان با استفاده از ارتش جنیانش توانست ارتش بزرگی بسازد که هیچ حکومتی توان مقاومت برابر او و حکومتش را نداشته باشد. اگر جنی از دستور او سر باز می‌زد به شدت مجازات می‌شد و آتش می‌گرفت. همه آنها موظف بودند که به او در ساختن بزرگترین حکومت تاریخ کمک کنند و همینطور هم شد. کاخ‌ها و ویلاها و خانه‌های بزرگی برای او ساختند